چطور یه دونه شنیون بدون وز داشته باشیم؟ اصلا وز چیه؟ پرس چیه؟ شنیون های الان که همشون پرس دارن و ما این دونه های مو رو میبینیم. پس چی؟ قضیه چیه؟ ببین 2 تا نکته مهم داره با یه فرمول جادویی که میخوام توی این ویدیو برات توضیح بدم. من مژگانم و اینجا کانال شنیون منه. با من همراه باش چون هر هفته کلی آموزش 0 تا 100 داریم. پس تا قبل از اینکه یادت نرفته این ویدیو رو لایک کن، کانال منو سابسکرایب کن و همراه هم شو. به چی میگیم پرز؟ به چی میگیم وز؟ اگر تمام این ریزه موها توی هوا باشه و برخلاف جهتی باشه که ما دسته موهای خودمون رو دیزاین کردیم، این میشه وز و کثیفی. اما اگر در جهت خود خواب مو باشه، مثلا اینجا مو از این طرف به این طرف حرکت داده شده و دیزاین شده، خب تمام خورده موها باید از این طرف به این طرف باشه و همراستا باشه با دسته‌ای که ما دیزاین کردیم تماما. و نکته دوم کنترل حجم این تمیزی هستش. نباید خیلی زیاد و اگزاجر کامل اینا بیرون باشه، نه اینکه کامل از شنیون خیلی تمیز و صاف باشه. برای شنیون های ترندی الان من این نکته رو دارم میگم که نه خیلی زیاد باید باشه نه خیلی کم باید باشه. یه حجم معقولی از ریزه موها و بیبی هیرا باید رها و آزاد باشن، اما در راستای فرمی که ما ایجاد کردیم. اما اگر میخوای کاملا شنیونت بدون وز باشه، یه فرمول جادویی داریم که با استفاده از یک کرم مو و یه وکس مو، وکس هایی که حالت اسپایدری دارن، اسپایدر وکس بهشون میگن، فقط با همین دوتا. به چه صورت؟ مثلا یه حجمی از کرم موهاتو برمیداری به اندازه مثلا 1 قاشق چای خوری و بعد از اون با 1 قاشق چای خوری از وکس مو با همدیگه کاملا ترکیب میکنی. ببین این چقدر حالت کشسان و چسبندگی داره و سنگینه. خب اما کرمو نگاه اصلا چسبندگی نداره و سبک و آبکیه. این دوتا را با همدیگه کاملا مخلوط میکنی. ببین هر چقدر که مخلوط میکنی این حالت اسپایدری وکس و آبکی کرم با هم دیگه مخلوط میشه و یه چیز بینابین بهت میده. 1% از کار این، 1% از کار کرم. بعد از اینکه کامل مخلوط کردی، یه قسمت از موها، من مخصوصاً برای قسمت‌های از موها استفاده میکنم مثل این دومای ریزشیام که خب خیلی دمیج موها و خیلی وز زیادی داره، اما میتونی برای کل شنیونت استفاده کنی جوری که دیگه هیچ وزی روی مو یا هیچ حتی پرزی روی مو وجود نداشته باشه. یه قسمت از موهایی که میخوام و میگیرم، ببین میخوای دوربین رو نزدیک کن که تفاوتش رو ببینم.
یه قسمت از موهایی که میخوام وزش گرفته بشه رو میگیرم تو دستم و آروم کامل اینو میگیرم. ببین چقدر تفاوت بین این و این هست. البته من کل دسته های موهامو این کار نمی کنم، فقط یه قسمت هایی مثل اینجا که دیگه خیلی مشخصه این کار رو انجام میدم. ببین چقدر حالت چسبندگی پیدا میکنه، اما اون حالت سنگینی هم از بین میره وقتی با کرم مو مرطوبش میکنی. و اینجوری تار به تار موهایی که آویز میذارم یا میتونید توی کل شنیونتون برای وزگیری استفاده کنید. نکته مهمتر از این که شما چی استفاده کنید و چطوری موها رو پرزش رو بخوابونی برمیگرده به زیرساز شما. برای یه شنیون تمیز حتما باید یه زیرساز تمیز داشته باشی، چه شنیونت اروپایی باشه چه میخوای کلاسیک کار کنی یا خیلی تمیز. و موقع براشین کشیدن حداکثر وز مو رو بگیری، موها رو صاف کنی و پرز موها رو بخوابونی. حالا اگر اشکالی توی براشین کردن داری، این ویدیویی که تگ میکنم و حتما ببین. اگر سوالی داری یا اشکالی داری یا دلت میخواد شنیونی رو یاد بگیری، حتما توی کامنت ها برای من بنویس.